می‌دونید که جنگ کردن طالبان نیاز به 2.3 تریلیون دلار داره. چرا میگیم 2.3 تریلیون دلار نیاز است؟ امریکا تمام هزینه را کرده. او هم از سال 2001 تا سال 2023. روزی که امریکا داخل افغانستان میشه، طالبان سر حکومت بود. و روزی هم که امریکا از افغانستان بیرون میشه، بازم طالبان سر حکومت بود. پس اینقدر مصارف در کجا رفته و چه قسم مصرف شده؟ 3 میلیارد دلار تنها هزینه است که بخاطر تمرین دادن عساکر، پلیسا، بخش نظامی، کماندو، اردوی ملی، پیلوتا و تمام اینا مصرف شده داخل افغانستان. 40 میلیارد دیگه به خاطر اعمار مجدد، ساخت و ساز داخل افغانستان مصرف شده. خصوصا قسمت‌های خود امریکا حمله میکرد خراب میشد، دوباره امریکا پولش میداد تا اینا دوباره ساخته شده داخل افغانستان. و بعضی پروژه‌های دیگه که از طرف USAID و برنامه‌های دیگه که مرتبط به خود امریکا بودن فن میشد و داخل افغانستان اونها اجرا میشد. 933 میلیارد دلار که نزدیک 1 تریلیون دلار میشه تنها هزینه‌ای بود که به خاطر جنگ مستقیما مصرف میشد. شامل لوجستیک بود، غذا بود، مهمات بود، تانگایی که استفاده میشد، موتورایی که استفاده میشد و اونها منفجر میشد، دوربینا، تمام چیزایی که در جنگ استفاده میشد. اگه تمامی اعداد جمع کنیم و تقسیم به تمام روزهای کنیم که امریکا داخل افغانستان بوده، روز 300 میلیون دلار هزینه جنگ بر افغانستان بود که امریکا مصرف میکرد. سوال بیاین منطقی بسنجیم. افغانای خارج از افغانستان هستین، آیا هزینه جنگ برآورده میتونین؟ حتی اگر شما هزینه جنگ برآورده بتونین، جانهایی که در این بین از بین میره را کسی جواب داده میتونه یا نه؟ و اگر شما تاریخ را مثال میزنید و میگین افغانستان بریتانیای کبیر و شوروی شکست داده، ما این موضوع رو براتون بگویم که هیچ کدام جنگ ها بدون کمک های خارجی ما نمیتونستیم پیروز شیم. چه از بریتانیا کبیر گرفته که با جنگ و معاهدات و تعهدات مشکلش حل شد، چی شوروی که با کمک امریکا مشکلش حل شد و چی حکومت مجاهدین کار کنند تا صد یک کشور از نگاه مالی حمایت میشد. پس حالی به من بگوین، آیا قیامی که داخل افغانستان شروع شود میتونه باعث آبادی افغانستان شود یا نه؟ و حکومت جایگزین کی میتونه باشه؟